السلام علیکم تمام ناظرین و سامعین محترم. امشب ما بار دیگر در خدمت شما قنجقه یک برنامه نو حاضر شدیم. برنامه امشب از ما بابت لینس آف د وایسلس یعنی د پاور آف فوتو جرنالیزم است و قنجقه از ما اسپیکر امشب نیز ما یا مهمان از ما محترم جناب برات علی باتور صاحب هستند که اونا تمام شما یقینا میشناسین. اونا یک ملتی اوارد وینینگ فوتو جرنالیست و یک فیلم میکره. دیگه در امشبونه آنلاین سیشن ما برات علی باتور صاحب را بسیار زیاد خوش آمدید میگم. بسیار زیاد تشکر آقای جان محمد هزاره. تشکر از اینکه در برنامه خود دعوت کردین و تمام بیننده های شما را و ناظرین شما را سلام پیش منم. تشکر. بسیار خوب. خب سر همونطور که شما خبر دارین و ناظرین و سامعین محترم از ما خبر داره، در چاینیز زبان یک کهاوت هم یک دانه تصویر از 1000 الفاظ که بهتره. یک تصویر خودش کسته او نشان میده یا او خودش یک معنا میده او خودش یک انفارمیشن میده از 1000 الفاظ که بسیار زیاد. دیگه شما یک فوتو جرنالیست هم هستین، ملتی ایواردز و غیره هم جیت کردین. دیگه ما میخوایی از تمام اول ایر بشنوی که شما کم زره قدزمو شیر کن برای پرسنل جرنی خو چر که یک بلوک نوجوانا دزمو میسیج هم کده که سیشن اونا توخ کردنی از حواله امزی فوتو جرنالیزم، فیلم میکینگ، دوکومنتری میکینگ، چر که تیم دوری انفورمیشن تکنولوژی هم. دیگه ما میخوایی که شما کم زره امو پرسنل جرنی خودون خو قدزمو شیر کن بابت ازی و چیز که او کدام چیز بوده که شما رو انسپایر کرد که شما طرفی فوتو جرنالیزم بورین. دیگه ما میخوایی کم زر درباره ذاتی جرنی شما کسته معلومات حاصل کنیم. تشکر. یک سوال را ما در از رگی از پیش جواب ندادم. ما در اینجا در انگلیش که باز جای عقب میزنم در مورد چی گفتم باش سریع کنم که در از رگی چطور معلوم بشه. ما هیچ وقت امی که ریزا بدی کلان مشدی مخصوصا که نوجوان است آدم دیده زیاد کنفیوز است که کدام پیشه را اختیار کنی، کجا بوری، کریر مو چیز باشه. و ما هم دمو چیزا بودم سردرگمی بودم که چیز کار کنی چی شونه نه. دیگه ما در ازگی خود کارم کده، جرابم سودا کده، پلاستیکم سودا کده، کاری ولدینگ هم کدم، کاری موتورسایکل هم کدم، دیگه کار درزی هم کدم، کاری کشیده کاری هم کدم. دیگه میتر هر کار تقریبا یک تجربه کده. معلوم نبود که امی زندگی پیشه مو کدام مسیر مورا کدام طرف مورا. در خاندو هم میتر یک میدیوکر بودم، زیاد نالایق هم نبودم زیاد لایق هم نبودم، میتر دغول وسط متوسط بودم. باز خودم زیادم رزگی خو علاقمند آرت بودم. از رزگی خو ما کالیگرافی خوش داشتم، دراینگ خوش داشتم. باز او را مخدم هم تشوقیه، لیکن ما باز در تیاتر زیاد شوق داشتم که پلی بازی کنم. مو در اسکول یوسفی میخوندی اونجی ما در یک چند ندم خاکایی که آقای یوسفی نوشته کرده بود مو منیزو در اوماغی HSF کار کرده بودم. بس دمزو کلو زیاد شوق کرد. بس بعد لنگویج رفتی در اونجی کامپیوتر میشه کردی. بس دمو زیاد علاقمند شده بودم که در بینی آرت یا شو بیزنس بودم. باز می قضیه سپتامبر 11 مشه که اونجی می جرنالیستا فورن جرنالیستا مایا اونا ترجمان دکارش بود. من اونو انگلیش یاد گرفته بودم. نوجوان بودم 2 ساله. باز قد از اونها چند اساینمنت که گرفتم کار کردم. دیگه هیچ وقت ما فکر نکرده بودم که ما فوتوگرافر جور شدم. همیش هیچ حتی موقع زمان شما شاید ریزاین دیگه نیه. او وقتا زمانی فیلم بود، می دیجیتال فون و کامرا نبود. یاشیکا کامرا و مینولتا ریزا پوینت شوت کامرا میامد. مردم ها امزو فیلم شی اونجا موریل میگفتی میخرید یا پیسه اخجام میکرد یک دنه میخرید بزرگ مورد یا فیملی ایونت ایگو فوتو میگرفت یا بچه که
پیکنیک و غیره ما رفت باز اونجا ما رفت فوتو میگرفت نه باز او صاف مقدی دیولپ کرده باز اون امور تقسیم مقدی حتی بین نمزو گدرینگا هم چی د فیملی چی بین دوستا که مو برو رفته فوتو گرفته قد نمزو ریزا کیمرا هم ما ایش وقت فوتوگرافر نبودم دیگه مثلا فکر میکرده بودن که نه خوب تر است و ما هم زیاد علاقه مندی نداشتم باز اینمی چیز که شد می چندان جاب که ما قدی از فورن جرنالیستا گرفتم باز اونار دیدم که امیتر کار منن کتا کیمرا داره مثلا از کدام سر دنیا ما اینده اینجی ریپورتینگ منه مرا می کار از اینا بسیار امیتر تاثیر کن لگید باز ما قد از اینا اولنا تریپ قندار رفتم اولنا دفعه ما بود که ما افغانستان برو سرزمین یابایی و یک امیتر بسیار ایموشنال اتیچمنت و فیلینگز بود اونجا که رفت دیدم که افغانستان بسیار تباه و برباد بود دوره ما رود نبود هر چقدر هم خانه بیلدینگ بود تقریبا اکثرشی دمیج بود دیگه ما هم کم پیسه کار کرده بودم در نوشته ما خوب نبودم از ما گفتم یک اظهاری اکسپریشن که آدم فری میدیم اف اکسپریشن امور ما کیمرا را برای کیمرا اینوستمنت کردم که کیمرا بگیرم وقتا فیلم دوری فیلم بود دیگه نه بس یک فیلم از فیلم کیمرا گرفتم توتally manual کیمرا بود بس یادم نداشتم trial and error بسیار مشکلی و یک رای دور دراز بود تا که ما او یاد بگیرم که اکثر اولنا فوتوهای ما در مخورد و که دیولپ مکد میمد که چیز نه بس دبای نیاز را هم تقریبا فوتوگرافر نبودک کس را ما نمیشناختم یک دنه مرتیکه دخالم نام شد ما نام زوزیان رفت او را نام شنده بودم یکمی آجی ممدلی را بعدنا نام شنیدم که نه هم اصلا بس در کویتا هم یک دنه دیگه یک نفر در نام قاضی مشهور بود ما او ندیده بودم البته بس کس استاد نبود که ما از گیر از او یاد بگیرم که می کیمرا چه رقم آپریت میشه دیگه یک بسیار سفر طولانی بود تا که ما یاد بگیرم بس بعد کم که او اکسپوژر شاید گرفتم مارسی از این کارا بکردم دیگه همین کم فاست فورورد بس یک ماوری ما کراچی رفتم یک فوتوگرافر بود اصلش از کویتا بود بس اونجا کراچی کار فیشن مگه پیش از او کم کار کردم یاد گرفتم بیسیکس از زیرا بس واپس کویتا آمدم دیگه بودی که در 2005 ما رفتم افغانستان اوتم دیجیتال گرفته بودم باز میتر ادامه داد باز از اونجا می داکیومنتری جرنی از ما شروع شد که ما زندگی هزارها را در بامیان روزمره زندگیش و دیگه می لندسکیپ سی هزار جات را اینا فوتوگرافیش کردم باز او همون فوتوها او زمان از فیسبوک اینا پیش بود یک سایت در نامی اورکت و فلیکر بود که بس ما در اونجی اپلود کردم از اونجی گو پابلیشری ایدیتری ایندیا تودی اونا اوردیده بود بس او امی تقریبا 8-9 که دا فوتوی من بله 8 صفحه دا صفحه مگزین ایندیا تودی اول ندفت اینترنشنلی و پابلیش شد دیگه پیش از اون ما لوکلی پابلیش شده بودم نه دیگه اون ما اول نه بریک بسیار خوب بریک بود از اونج تشویق شده رفتم از اون سلسله جاری من دیگه بسیار خوب یقینا ما این قصه های شما رو شنیدم و ناظرین از ما شنیده باشه خاص کر بالخصوص نوجوانا چند چیزا رو شاید اونا فهمده باشه اول نه چیز همی که کامیابی نام شورتکت نیه متر که امروز نتونه که برات علی باتور یک اوارد وینینگ فوتو جرنالیست فیلم میکر دوکومنتری و غیره جورنا اونا دیگه هر تمام تر کارها را در گراس روت لیول که اینجا بوده همو کارار کرده دوم ما امیر خمسم خود نفهمیدم که در زندگی های انسان کستا باز تیما موقع همیشه مایه ایش باید یوت کستا مایست نشنه لیکن باید تیاری داشته باشه که هر تیم که موقع اونار ملاو شد همو موقع کستا اونا ضایع نکنه و خوب استعمال کنه دیگه خب قد ازی یال خوب بسیار آسان شده داخل از ما فوتو جرنالیسم دو زمان که شما ابتدایی مرحله که فیسبوک هم نبوده و ایتر امکانات هم نبوده شما شروع کردین آجکل اگر نوجوانا بخواه داخل از ما بسیار در کم وقت مطلب میتونه بسیار زیاد سفر طی کنه. خب سر یک چیز دیگه مو امن داریم
او میگه که باز تیما کسته باز تلخ تجربات یا خوب تجربات یا گو موری زندگی یا گو لمحاتی ترقم مایا یا گو اسپیسیفیک اکسپریانس که آدم را شیپ میده دیگه. شما را نمیلگه که قدر شما شاید گو میتر واقع شده باشه یا نه شما خیال نید که ای تمام تر چیزا کسته امی رقم حادثاتی شده؟ مثلا چیز حادثاتی شده می که من چطور فوتوگرافر جوړ شدم یا मतलब ما یعنی گفتنی بودم سر که मतलब اگو ایتر ذاتی یا اسپیسیفیک اکسپریانس شما خودون شما ایتر محسوس کنید که شاید قدر شما یعنی اکسپریانس شده تب جا که امپات شما طرفی فوتو جنرالیزم یا دمزی فیلد که شما هم دین اگو حادثه اگو لمحه اگو واقعه دیدین یک بلوگ آدم ها هستا مثال سچین تندولکر را ما اگر ذکرش کنیم اونای کرکت خبر داره اونا موگه که मतलब برای از ما یک حادثاتی مرحله بود که ما من کرکٹ وایم. ابتدایی مرحله ما وقت کرکٹ زیاد چیز نداشتم لیکن وقتی که در اسکول تیم آماده بود بس ما متر از خاطر که پیریड نگرم نام خلیکایی کردم و همیتر درباره سنگکارا یک کرکٹر دوانی سریلانکا بود اونا موگه که چون که در ترایل بود بس شهر گفت کی بیٹسمن میشه کی بولر گفت تمام بیت و گینه گرفته ده گفت دیگه چیز نه من گفتی چیز جور میشی ما کیپر جور میشم گفتم اونجا ما یک حادثاتی واقع شد و ما کیپر شدم دیگه. شما چی میلگه خواهد اگوی تر حادثاتی شده باشه سر یا شما میگه نه؟ حادثاتیش نمیه که ما کیمرا خریدم. خب کیمرا را میت نبود که ما اینتنشنلی خریدم. فریدم اف اکسپرشن والا او بعد از او یک کامپوننت من از او گت شد. لیکن امو کیمرا را که ما خریدم اون امور ما مو دازرگی مو دوره دیگه کردی نه و یک رفیق دیگه ما مونج ترجمان و دو مشکته بود بس او گفت ما کیمرا میخرم بس او امبیشن از اوی بود که او اون امور پروفیشن خجور کنه باره درسی هم از یا فوتو بگیره بس ما هم دوره از وقت گفتم بیا من پیسه گیرم ده باره ما کیمرا بخرم حتی امو ریسک گرفتین دیگه انسر پیسر بله کیمرا را گرفتم بس مو فوتو جرنالیزم را خیلی نمیفهمیدی که هیچ چیز است. فوتو جرنالیزم در نام تا وقت را امی قض مفهمیدم که مو فوتوار د جنگ اخبار و مشرق اخبار مینگرنیدی که پریس کانفرنس یک سیمپل فوتو یا ایگو کسی را اینام داده د بلک اند وایت یعنی قض چکنه اونجا چاپ مشد نه از او زیاد نه دیگه خبر نبودی که خود از یک باقاعده فیلد است مردم بین از کارمونه و بسیار داستانها قصه ها گفته میشد توسط ازی دیگه ما اونمو خود چه ترنینگ پوینت بود که ما ام کیمرا خریدویشی یعنی مت اتفاق بود که ما دوره از رفیق کردم گفتم قد از او گفت میگرم ما باری من میگرم دیگه او چی گفت بس او نمزونجی شروع شد اینالی یک ریزه فیصله‌ای که آدم در زندگی مثلا یا تو دانستمونی یا نادانستمونی اونمو بسته زندگی رو شیپ میده اونمو یک ریزه دیسیژن یعنی بسته مسیر زندگی مرا چینج کرد نه اگر اونمو کار نمیشد شاید ما فوتوگرافرم نمیشدم شاید ما افغانستانم نمیرفتم شاید مثلا امی کارهایی که ما کدوم دستاوردهایی که دگیرم ده یعنی نه تمام شدم شد امروز ما نمیفهمم که چیز کار میکردم نه یگو شاید دکاندار مو بودم یا یگو فیلد دیگه مو بودم و به هر حال اونمو یک ریزه یعنی که شما نوجوانا رو گفتین که از اونمو بسیار اهم ایج هم هستن بین 15 و تا 21 امیت ماره که آدم هر فیصله‌ای که میگیره اونمو تقریبا بسیار شیپ میده و زندگی آدم را مسیر آدم را که کدام سمت آدم رایی است بس ما میتر پرسیستنت بودم دیگه اونمو رو گرفتم میترم که یک کار کردم بس اونمو خوب اعلان نکردم نه جستجو کردم اون رفیق ما خیلی زیاد ادامه نداد دیگه او امو کیمرا که گرفت زیاد ادامه نداد بس ما که از خاطر از او گرفته بودم بس ما ادامه دادم بس او بخیر مجبور شد نه بس یک دیگه ترنینگ پوینت بود ها بوری بگی مگم سر دزی دوران قنجره شما گو کس کانتریبیوشن هم کده یعنی سپورت کس شما را اخلاقی مالی یا حمایت یا تیم ورک اگو قسم کس تا شما اگو کس دیگر هم کریدیت میدین سر دزی دوران کریدیت فیملی ما بوده چون یک امو پوینت که ما امو نقطه مایم که گفتم یک
پوینت امور شما رو گفتیم کیمرا و از دویمن یک واقعه می چی شده بود امامباره کلان 2003 باز ما دونمو رفته بودم او وقتا هم یعنی نمیفهمیدم لیکن میفهمیدم که اینمی فوتوار اگه ما بگیرم میشه تاریخ مشه او مو جنازه مردم را آورده از امامبره کلان که اونا شهید شده بود مردم ها بسیار در اشتیال بود و اول واقعیات بود و مردم بسیار مشتعل بود مو بسیار دکانار در بدی پترول پمپ را میده کو بانک را میده کو ما فوتو میگرفتم اونمونجی امتر گروپی مردم ها امتر سر مملکت دیگه نه مملکت که امره میده کرد خود منم میخواست که بیزنه باز مردم ها را گریف بچاو کرد خلاصه او بسیار بد اکسپیرینس بود که ما تقریبا قریب شاید مو فوتوگرافی ریلا کرده بودم حالا بعد از اون نفرات میگن بین از مو چیزا که بود بین از مو هجوم باز او باز اونمو فیملی ما اگر سپورتی مورالیش نمو بود فاینانشلیش نمو بود شاید ما ایلا مکدم اونمزو حدسه چون او وقتا از وقت پیسه نداشتی دیگه که یک کیمرا بخریم مو کیمرا که موش 10,000 20,000 بسیار کلو پیسه بود بخی کلو پیسه بود باز اونم فیملی ما اونمونجی کنتریبیوت کرد نیست که ما مثلا دیسهارت شنم اونمو یک انکریجمنت بود که باز امیر ما کنتینیویشتم پیش رفتم بسیار خوب برات صاحب اکثر مو کارهای شمار بله डिजिटल मीडिया और भले गूगल वगैरह मुख्तलिफ उश के फोटोग्राफी शमो ابتدایی مرحله شی از کویتا گرفته تا خود هزارستان گرفته تا یک ماس مایگریشن که مردم ها کدک تمنی مختلف جای بالخصوص سنطرفی استرالیا وغیرہ کا مو توغ منی کمی تمام سلسله کست شمو مطابق وسیست و کمریخ کست دوکومنت کردن وایسی تاریخ کردن دیگه داخل شما از یک فوتو ژورنالیست شما کدام چالنجز را فیس کردین در این دوران که شما از کویتا خاص کردن تلخ تاریخ را که مود کویتا و هزارستان و بالخصوص ماس مایگریشن را توخ کردیم دیگه در این دورانی هزار جنوساید یا ماس مایگریشن از یک فوتو ژورنالیست تصویر گرفتو دیگه کدام چالنجز را اگر ما شما پرسان کنیم که شما فیس کردین شما چیز میگن سر چالنجز مخصوص در خود زمین مسیر اگر منظور شما ای است وی بود که اولا تا وقتا می چی بود چون ریسورسز کم بود ما اکویپمنتی که لازم داشتم اونا تمام شی پیش منه بود مثلا اکسترا میموری کاردز و اکسترا باتریز چرا که دو سفر که ما رایی بودم من نمیتونستم کوری ستور کنم ایگو جای نه وقتی تو فوتو میگیری میموری تو پر میشه وقتا میموری کپاسیتیشم کم بود که تو ایگو جای ستور کنی دیگه ما د مختلف مراحل تچی رنگا کدا قدزی واسطه کور علاوه کو منی ایگو جای بیکاپ بلونه یعنی د تایلند بورو ملیشیا یا اندونیشیا یکی چالش بود بعد دویمن اول کتم چالشی بود که ما وقت که دیساید کردم تصمیم گرفتم که ما می سفر را داکیومنت کنم ویژوالایز او ای بود امی مسیر قاچاقبرار دیدن دیگه یخو چون از اینکه یک ایلیگل بیزنس است اونا نمیخواه که ما ایدنتیتی از نا ریویل چونه همیشه اونا اندرگراوند اندرکور کار منه و ما خبر نبودم یا شور نبودم آیا اونا مرا میله یا نمیله اگر چون وقتی تو در یک مسیر موری اونجی امو لیگل استیتس تو ختم مشه ویزا نداره بس تو در بین ازیتر روت هسته بس شما دم رحم و کرمی امزو قشاقبرا هستین بس تقریبا اونا دیگه امو فیصله اونا مونه اونا حتی مثلا اگر اونا نخواه اونا شاید میتونست که کیمره مر بگیر از گیر ما تیج واپس ندیه نه یعنی کارا شده میتونست دیگه از او خاطر ما کم نگرانی از او چیزا داشتم لیکن خوشبختانه او مشکل زیاد پیش نماده که کیمره رو بگیرد بس ما تا هر جایی که تنیستم مثلا فوتو گرفتم تا که امو داستان مکمل شونه بعضی جایا که بعضی قشاقبرا راحت نبود اونا رو ما ریسپیکت کردم امو پرایوسی از اونا رو ایدنتیتی از اونا رو
نوشتم که ریویل شدن. بعضی از قشاق‌پرها که مثلا در اندونزیا بود یا در مالایزیا بود اونا در قصیش نبود، بس اوکی بود، بس ما از اونا را گرفتم فوتوهایش اونجا بین از اون مجموعه هستن. و دویمه نهی که ای را را ما مثلا چرا انتخاب کردم، چرا انتخاب از این حواله که چرا فوتوگرافی کنم. اگر تنها سفر کنه آدم بسیار آسان است، وقتی تو اکسترا یک کلان بیک دیگه داره، یک بیک دیگه وسایل خود است، در این راستا سفر کردن کلو مشکل است. اگر دوستایی که در راه قشاق رفته و نمی‌فهمن که اکثر کوشش منه که بسیار لایت سفر کنه، ایگو اکسترا چیز نگره که برایش بار جور شونه، تاکه همو اگر ایگو جای تو طاقت نیست، ایگو جای پوت شد نیست، اونمو تمام چیزا برایش راحتی پیدا کنه. ما بس دو دانه بیک بود دیگه، یک دانه در پس پشت ما، یک دانه کچا زو بیک به شکل کومو موبرا و زو بینج کلام علاینا پیش روی نه اینا المقد زو چرنگا مرافم بس فوتو بیگری کو یک چالش خوش کتا بود. بس یه خاطر برای ما مهم بود وقتی ما دیساید کردم مو از را دیگه می استرالیا را از سال 99 یا 98 اولین بار از را رخ طرف استرالیا کرد دیگه. بس مو شاید خود شما بشناسین مردم را، ما هم خود چندین فامیلار میشناسیم که مو عزیزای خود از دست تا امیم روز را بازیایشی منتظر یا چیم دراستن، امو قبول نکردن که امی فیملی ممبر ما یا از بین رفته یا تابال امید منن که شاید کدام جایی باشه یکان روز یک زنگ میزنه. باز دیگه می قصای مختلف از مردم شنیده بودیم که اینی تر مسیر است، اینی تر راه، اینی تر سختی های، اینی تر خوبی های اندونزیا، اینی تر خوب شه و اینی رقم این تر مثلا یک سلسله دیگه و سفر کشتی چه رقم است دیگه. ما میخواستیم که ویژوالایزیشن و ما از امپورتنس ازیرا خبر داشتیم که اگر ما بتنم این کار یمی استوری را تکمیل کنم در دنیای غرب، در میدیای غرب یک از خود ویلیوی خاص داره، اون از امپورتنس خبر بود. دیگه اونمو خاطر بود یک ده چالنجز بود، البته بعضم قدر نبود که ناممکن باشه، لیکن هر کار از خود چالنجز داره. بسیار خوب. لیکن اگر ما این سوال کم از دیگه انگل کنیم، برای صاحب شماری تر نمی لگه که بسیار یک از تلخترین صحنه‌های تاریخ ما تیر شدیم؟ از حواله مایگریشن مگین یا از حواله از تارگت کلینگ مگین؟ از حواله مایگریشن مگم سر. خب مایگریشن خودشی یک بلوک تلخیار را میره و یک بلوک تجربات خوب را هم میاره. از این هیچ شک نیه که از را دمی بین سال 99 تا امی ریسنتلی را دیگه که اگر مخصوصا بگیم از 2007 به بعد کم زیادتر دیگه، امی که شروع شد تا 2015 امی وقت آره یا 13-14 امی پیک شی بود. از را کلو کشته شد، کلو قتل عام شد، اینا فاینانشلی اینا مو ایسولیت شدی از دیگه مردم همونطور کاروبار از دیستراف مردم ها نوکری های خوری لکت، یعنی تمام در بدریا بود. یک امپکتی فوری شد در سری مردم که اماد کن. امروز ریشوی یا مو پرسنتیجی خاندوی بچه بسیار کم است، دکترو باز کم خوب تر است. وقتا مثلا منی سیکرتریت و دیگه دفاتر مردمی از را بسیار کلو بود، در بازار نفوسی از را بزنس های از را کلو بود. امروز نیه ورنگا که گاه بودک دیگه اونو یک امپکت یا مو ساید مو چیزیشی ریزلتش مو فوری ریزلتش بود. نالی بعد از 20 سال امپکتی سایکولوژیکلی و یک بلوک دیگه مسائلی که از او جور شده او درو مو کم کم منگرنی که بسیار دمی ستل وی بین از مو مایا منی از کمیونیتی و مو منگرنی و این مایگریشن باز از اون خاطر امی که مایگریشن شروع شد مردم ها مجبور شد کاروبارا را از دست به دولیای خود سودا کنه، نوکری های خود خوب نوکری های خود خوب پوزیشن ها بود که لکنن باین اینجنه که زیرو استارت کنه. یعنی اونو تمام یک
منفی یا مثلا کم تلخ چیزیش گفته میتونی. بس باوجود از این اینا لگه دیگه پالوش میکنی مثبت چیزا هم داره. نالی استرالیا چهارم کشور است یا ملک است که کلانترین نفوس یا آبادی از را داره و یک پاور است برای از را اگر این خوب یوتیلایز بتنه، اگر از خوب استفاده بتنه دیگه. و دمی 20 سال نسل کشی از را در کویتا اگر کنتریبیوشن یا رولی دایسپورا مخصوصا از استرالیا اگر نمو بود از را بسیار از این که در کلو بدتر شاید شکاری تباهی میشد نه، چون فاینانشل یک کتا کنتریبیوشن است موزی بازار هزار جای مندی دیگه او اگر استرالیا دقول رول نمو بود اونجی شاید بدلی زیاد میشد دیگه. از او خاطر یک پوزیتیو ایمپکت شو هم است. بس دیگه پوزیتیو ایه که ما یک نسل بسیار خوب را در اینج بار میاری که اینا اینجا اپورتونیتیز است او رنگه که پسماندگی در اونجا است و انسرتینیتی یعنی پاکستان است اینجی او رقم نیه. اینجی بچه دکتروی آزرا مثلا مو اپورتونیتیز را داره که پیش بره عالی مثلا مو بسیار کلو پی اچ دیز داریم مثلا آرکیتکتس دکتر مدیکال دکترز و دیگه پروفیشنز و منی بیزنسز انترپرنورز بسیار کلو داریم و رایترز مثلا نال تقریبا در هر فیلد درو کم رایه نه پیش مایا دیگه. نه تمام مو بس خوب پوزیتیو سایدش هست که ایر مو باید دفاعی نیک بگیره دیگه نه. بسیار خوب. برات صاحب ما میخواهیم که شما اگوی تا پروژیکت فقط از ما قصه کن شما کدا باشین و خیال نید از خاطر از او فوتو جرنالیزم یا از خاطر از او اکتیویتی شما کسته بله سوشل یا پولیتیکل اگو قسم چینج ما بین سوسایتی که خودشون محسوس کده باشین که عمده باشه یا شما اگوی تر اگزیمپل مورد ده میتونین که اگو کس ترو فوتو جرنالیزم هم میتونه که مطلب پولیتیکل یا سوشل چینج که است ما بین اگو سوسایتی پیدا کنه. شرک تازی هد رقمو خبر داره که امی فوتوز و غیره امینا خود چیسته تاریخه وقتی که تاریخ را دوکومنت منا بس فوتو کستم نیزو یک بسیار اهم رول و کردار ادا منه دیگه. ما میخوای شما مزی حواله برای نوجوانا اگر اگوی تر اگزیمپل داده بیتنید یا اگو گپ گفته بیتنید یا خبر باشید که چطور فوتو جرنالیزم خودچی یا اگو اکتیویتی شما از فوتو جرنالیست و اگو ایمپکتی خوب پولیتیکل یا سوشل بله سوسایتی از ده اثر کرده باشه. والله گفته نمیتونم که ایگو دایرکت ایمپکت داشته باشه یا داشته بوده، لیکن امی که یک آوازی که بال مشه یک ریپریزنتیشن که مشه اونمو خودشی هم هر کس دم نوبه خود دم قدر و توان خود کار میتنه و او وقتا که ما کار کدوم یا مکدوم تقریبا حتی می بین از ما خمو متاسفانه بدبختانه خودشم استودنتی جرنالیزم هستن شما خودشم خبر داره تا هنوز رم جرنالیستی پروفیشنل که حتی امی مثلا منظور از رایتر هسته که مثلا یک خوب لیول رایتر مو جرنالیست نداریم تا هنوز را که منی میدیا کنتریبیوشن داشته باشه اونجا اپینین ازو ویلیو داده شونه و او زمان که ما از پاکستان که حرکت کردم ام تارگت کیلینگ د پیک خوب بود ما خوب یاد میاد که اینمی میدیای پاکستان یعنی چند نفر از را کشته میشد ریپورت نمیکرد یک ریزه سلاید ایگو غیت میچلید که مثلا چندانه مردنه یعنی رقم وضعیت بود چون ما خودان ما دو بخشا نبودی و علی امکان داره سنسر مشوش استیت تو پشتی بوده سنسر بوده آرچس کی بوده لیکن ریپرزنتیشن از را هیچ نبود مو دو چی قصد تعداد کشتم ما یک نیوز بیخیم تر خبری اون چری قدر زیاد استک شده بین ماین ما و امروز روز یکو چند نفر کشته شده بود بس دمنی تیوی یک نیوز میچلید که خدا خبر یکو پلیس درانک بوده درانک پلیس یکو جای او منین تا پریده بود یک دیگه شطور منین نالی تا پریده بود میترا بود اینی نیوزا
بخیم تربانی خوب پرایم تایم میچلید، لیکن عذرا که قدر کشته شد اونو چیز نبود. باز ما که تا زو این سفر رفت اندونزیا، بازم یک تیوی چنلی استرالیا که اون جماعت میخواست برای زمین سفر و اکسپیرینس از من داکیومنتری جور کنه. ما اور گفتم که خب این جور کو، لیکن اینالی تو باید یک پوشش یا یک سگمنت از مخصوص برای عذرا باید فوکس کنی و اینجی امزو ریپورت شونه که مثلا قد عذرا در چی شده را یا و موچره مجبور شده که مهاجر شونی. بس اونو اولین دفعه بود که مو فوتیجی عذرا که مثلا می کشتار عذرا منی پاکستان خونه چلده بود، منی گو اینترنشنل میډیا چ بیچله، منی SBS دیدلاین امو فوتیجی که دهشتگردا که لک پاس بله پاس بال میشه که سعودی والا میزنه و دیگه می چیز را میزنه یا می قدس والا، یعنی فوتیج را من زو استعمال کردی. بس مو پروگرام از مو شاو چلید که اوتما قصه ملاله تازه بود، ملاله تازه زخمی شد، بزو تازه ریکاور کرد. امو شاو او یک گنته والا برنامه بود، بس نیم گنتهش از ملاله بود، نیم گنتهش از ما بود. بس اونو پروگرام از ما the most viewed پروگرام SBS همون سال بودک که بعد از اون یک فولو اپ ریپورت هم برای جور کرد که در آخر سال که the most viewed پروگرام سال مهمی بوده، چون مهاجرین می رفیوجی ایشو قصه مهاجرین در استرالیا بسیار کلان است، مخصوصا اون که نزدیک الکشن باشه، اینا لیتی وقت الکشن است بعضی می قصه بسیار کلان اون سال او بسیار کلو ویو شده بود و این در اولین بار در هیستری استرالیا بود که یگو کس همی سفری مهاجرین را از اندونزیا، مخصوصا از اندونزیا تا استرالیا را ویژوالایز کنه. پیش از او فقط در نمبر بود و یا مثلا مردم در لیکایی یا در ریپورتینگ مو گفت انتر ندیده بود و این خود از یک کلان کنتریبیوشن من امزی هیستری استرالیا و من امزی ستوری تیلینگ یا ریپرزنتیشن مهاجرین است تا هنوز در سکتر امو تریاد مونه، چرا که امو پارتی هایی که هست مثلا پولیتیشن ها اکثر مهاجرین را یک اسکیپ گوت وری یا مثلا مثل چیز وری یوز مونه در الیکشن یوز مونه با خاطر ووت گرفتو. بس اونا را کوشش مونه که آیدنتیتی ندیه، اونا را نمبر جور کنه، یک تریت جور کنه، مردم را ترس بدنه که نه خطرناک است باید ما اینا را نیدیم. بس این کار چیکار شد که امی فوتوا ای پرسنالایز مردم را نشون میده که یعنی مثلا احمد است، احمد است، محمود است، یعنی استوری داره، این بچه داره، هر کس ریلیت میکنه، مثلا اونا هم فامیلی داره، اونا هم خواهر داره، برادر داره، بچه داره، امو یا ایگویش فوتبال خوش داره، ایگویش کرکت خوش داره، ایگویش سویمینگ خوش داره، ایگو جای یعنی هر فوتو که هست باز اونا این در هیستری از او بود. بس اینی مثلا نه تمام قصه از رای دیگه، ما خبر نیم کوچی قدر ایمپکت داشته باشه و بعد از این کم پیش مورم یک دو نقطه دیگر که سوال تر ما کم دور دراز کردم. بس امی فوتوا دو کلانترین اواردی استرالیا رو میگیره، یکشی فوتو اف دی ایر میشه و دیگه مجموعه خودشم یک فرست پرایز رو میگیره که در استرالیا کلانترین جرنالیزم اوارد است. بعد از او باز ما دمی تدکس تد تاک اینجا دعوت شدم که اونجا هم مثلا موضوع تاریخی عذرا کشتار هزارها قتل عام که از زمان عبدالرحمن تا می که تارگت کلینگ کویتر اونجا گفتم نه. خب یعنی یک ریزه کارایی که هر کس میتونه از خود خوب بگه. باز اونمو سال داخل منی اوپرا هاوس اونجا روی 3000 نفر اونمو ما دمو تقریر خو گفتم، بس و لایو استریم هم شد، تقریبا شاید بیش از 2 میلیون ویو شده. بسیار خوب. یقینا دزی خو هیچ گبی شک نیست که دکتر مبارک یک تاریخدان پاکستان است و نام گاو اقوام که خودش تاریخ خورا مرتکب نمونه یا خودش لیوشته نمونه، بس دیگه اگر تاریخ از نوشته کرد بس اون مطابق مفادات خود خو نوشته منه و ممکنه که او را مسخ هم کنه دیگه. دزی ایش گبی شک نیست، مطلب فوتوز و غیره که شما گفته و خودش هم یک قسم کانتریبیوشن دیده. مطلب ما گفته میتونی که هیومن رایتس کمیشن آف پاکستان بله هزاره جنوساید پاکستان کی ریپورت جاری کرده بود، ما بین ازو امو
पिक्चर्स वगैरह की यूज़ करदा بود و اکثریت چیابونا بودند که برات علی باتور صاحب گرفته بود. قد قاتی د دان نیوز که جرنالیستا تمام تر استوریز و غیره کده یک بلوک تصاویری ترسته که اونا را برات علی باتور گرفته بود و رمی تر د گاردین نیوز پیپر اونا هم گسته یک آرتیکل بلی امزی جنوسایت و غیره که وقتی پبلیش کرده بود اونا هم تصویر و غیره که یوز کرده بود و هم از برات علی باتور صاحب بودن. یقینا اینا خودش تمام مثل تاریخ است. ذریعه فوتو جرنالیزم مو میتونی که نسل در نسل همو روایات خوره، همو ثقافت خوره، همو شناخت خوره، هم مثلا مسائل خوره در دنیا نشده ده بهترین و این تمام چیزای سه تاریخ و اقوام کسته همو سیاست اقوام کسته و یک اهم اسیش کسته و تاریخه کسایی که کانتریبیوشن منو برای تاریخ اقوام از هر حواله چاहे वो शक्ल फोटो या राइटिंग वीडियो या स्टोरी टेलिंग اونا अपने आप में اعزاز که بدون ما بین خود دنیای فوتو جرنالیزم هم ما گفته میتونی که امروز بچه ازرا من دنیای جرنالیزم و بالخصوص من شعبه فوتو جرنالیزم یک ازرا این قص کاوش داره که از بابت ریفیوجیز و غیره یک ستوری تیلینگ کرده که خود یک بیت تخیل از مثلا شما یک بیت من جرنالیزم کرییت کردین از فوتو جرنالیزم منش یک بیت که بله ریفیوجیز و غیره کار نیم اعزاز که ما من دنیای ترقی دنیا من سیویلایزیشن دنیا کستا ازرم ایسا گرفته و ایسی خورده رو اندخته رایه ما بین ترقی عالم. خوب سر با میخوایم چند طرفی آخری سوال سیشن بایم سیشن طولانی نشنه یک بلوک نوجوانای از موسته که مطلب اونا شوق داره همی فوتو گرفتوره همی فوتو جرنالیست جور شدوره فوتوگرافی را ویدیوگرافی را اونا در پاکستان هم میشنه حالات پاکستان پیش چیم شمیا بیکگراوند از نا فاینانشل حالات از نا تمام تر چیزا را شما خودونشون بهتر شاید درک بتونید کوئی چرا دیگه او تر نوجوانا را شما مطلب چطور گایت منید که اونا باید چیز کار کنه کدام اسکیلز یاد بگیره چقدر مطلب امو حوصله بلند بیله دیگه برای از نا شما اگر گو استپس و غیره بگین مو بسیار خوش بشه که یک نوجوان سوال منزی والا کدت من یک کامنت که ضرور سوال کن که مو نالی من فوتوگرافی یا فوتو جرنالیست میخوای جوش لیکن مو خبر نی کی از کجا شروع کنی چی رقم شروع کنی چیز کار کنی دیگه اگر کم ذره گایड بکنین نوجوانان سر. بالکل سوال خوب است چرا که واقعا ما فکر منم که یک برای مردم یا مثلا نوجوانا می واقعا مشکل است که رای خود پیدا کنه چون وقتی ایگو گایدلاین نباشه بس اونجی مشکل است تو رای خود پیدا کنی اگر پیدا هم کنی و بسیار طولانی میشه اگر ایگو کسور رفته تو نشان میده و شاید کم زودتر در منزل برسی. کاش وقتا که ما شروع کرده بودم ما میتر یک انفورمیشن یا معلومات مو بود وقتا نه اینترنت بود نه اینترنت خوب بود مثلا دقیق از نبود حالی که تو یوتیوب رو بزن مار موضوع رو بزن توتوریالا برایت پیدا میشه نه یا مثلا اینترنت رو بزن برای هر موضوع مختلف یا صحیح یا غلط آرتیکل آیا مثلا سجشن آیا پیدا میشه دیگه زواله فوتو جرنالیزم بچه نوجوانا اگر شوق داره میخواین که در فیلد باید بسیار آگاهانه مثلا خوب فیلد است یک سوالی چیز که مثلا یک پروفیشن هم است و دویمن یک کردار را شما میتونین ادا کنین یک زبان یا یک سخنگو یا داستان نویسی مردم خو روایت از خودون خو باشین همونطور که شما گفتین که قول از دکتر مبارک را دادین که اگر ما خودون ما روایت خود لیکن نکنی بس دیگرها حساب از خود لیکن مونه و مسخ مونه و شاید قچی انصاف نتنه و مو باید مو نریشن از خود دیست از خود بگیری خودون مو قصه خود بگیری که مو کی هستی چی میخوایی چی شده رایی هسته دیگه از این خاطری مهم است و هر کسی که میخواه اولا خو توتوریال زیاد است و دویمن پروفیشنل وبسایت ها است از فوتو ایجنسیز است مگزین است کارای دیگه خوب فوتوگرافر ها رسیل کن یاد بگیرین که نه کدام لیول کدام انداز کار منه از اونا یاد بگیرین منی فوتوگرافی تنا مثلا امو کیمرا را اپریت کدویشی
اسکیل نیه، تو باید استетیکل سنس خورا هم بسیار دیولپ کنی، بسیار ترین کنی تا که تو یک خوب جای برسی. و در کویتا جای مخصوصا کویتا و دیگه جایا هم که قوم زندگی منن، مو داستان بسیار داره که بگی و کوشش کن که قصه های خورا، داستان های خورا مثلا در شکل یک فوتو نگین، استوریز بگین، فوتو استوریز جور کن، کلکشنز جور کن برای یک موضوع. اونا ایمپورتنس داره. وقتی که شما در اونو لیول کار کردین، در اون انداز کار کردین، بس میتونین که پیش برین و کارایشم شاید نوتیس شونه و خودونشم اپروچ کن. فوتو ادیتر را مختلف مگزینا را اویلیبل است، کم گوگل کن ادیتر را، ایمیل پیدا میشه، پیچ کن که مثلا ما شما کی هستین و چی استوری رو دارین. هر استوری که واقعا دلچسب است بعد ادیترها هم ایمپرس شده میتونه شما اونا رو باید که کنوینس کنین. و دیگه استارت شما دیگه یک رایشی است که اکثر مردم اینالمو بچه ما که میگن مسکل لیول چی خوبه، یعنی لیکن دو میتونن که دمو جایا کار شروع کنه، مثل می نیوز ایجنسیز که است، مثل اسوسییتد پرس است، آژانس پرس فرانس که است، می ای اف پی، رایترز، اینا هر کدام از ناس کدام یک آفیشال فوتوگرافر داره و دویم استرینگرز هم دارن. مثلا استرینگر چیه؟ تو ایمپلوی نیست، تو فوتو میگیری اونا رو سپلای منی، بس اونا تو پی منه. علی خبر ندارم چند مثلا در موقع در افغانستان بدی ان رایترز و ای پی دخان منا فی فوتو $50 پی میکنه دو تیما. شاید علی هم مو باشه یا کم زیاد شده باشه یو اس تی نه. یعنی بچه میتونه اگر شما او امو فوتوی شما امو قابل باشه، بس اونا پیدا کن، قد از اونا کانتکت شده، اونا رو علاوال کن. این خود از یک کار شده. هم قصه مردم خود شما میتونین بیان کنین، نه تنها مردم خود کنفاین نباشین در مردم خود، دیگه استوری که سراوندینگ شما است اونا رو بگین. و بعد از او پروفیشن شما هم جور شده میتونه، هابی شما هم جور شده میتونه. اینجا بس پیش برین. و دیگه هر کسی که اگر کدام مزید معلومات کار داشت، سوال داشت، ما رو میتونن آنلاین از ایگو پلتفرم پیدا کنه، دیگه کانتکت کن. ما در خدمت حاضر هستم. تشکر یک جهان. شما خب ناظرین و سامعین محترم، امروز نه گفتگوی است و او از حواله The Power of Photo Journalism بود Lens of Voiceless، یعنی فوتو جرنالیزم اوورال کردارش چیه و یک این برنامه را از هر پهلوش تو خیلی یک یونیکنیس داره، یک انسپایرینگ استوریز هم منیزی است، یک درد استوری هم منیزی است، فوتو جرنالیزم هم است. ما کوشش کردیم یوتس رم کاست قنچرایزی سابجکت کم زره این تچ بلی و ازی کارهایی که مطلب ما از یک مردم کردیم من ازی فیلد چایی که برات باتور هی است که اونا من ازی سابجکت کست من فوتو جرنالیزم کاوش ها داره یا ایوارد و غیره داره، اونم در شما بیستن داریم دیگه. یک جهان تشکر مو از جناب برات باتور صاحب منی که اونا مورا گفته زو صحافتی زبان که در شارت نوتیس کسته حاضر شدن و گواهی از ما گوش کردن و کوشش کردیم که قد از نامو گفتگو کردیم. دیگه ناظرین و سامعین محترمی، تاپیک بسیار وسیعه، هر چقدر که بلیزی گفتگوش نه باز هم گنجایش ممنه، لہذا ما کوشش کردیم که کم و بیش بلیزی خیالاتی برات باتور صاحب را بشنویم. خب ناظرین و سامعین محترم، مرا و مهمان از ما را برات باتور صاحب را اجازت بدین تا برنامه دیگر ما باز در خدمت شما مایم. دیگه تا برنامه دیگر مرا و برات باتور صاحب را اجازت بدین. خیال خوب بلین. تشکر.